آقا سعید که لحظه‌ای فراغت یافته است تا استراحت کند، دوربین را متوجه خیش می‌بیند و می‌گوید نگیر، بگذار خستگی در کنم. فیلم بردار ما هم می‌گوید خستگی شما هم دیدنی است و به راستی هم که این صحنه بیش از 1000 سخن گویاست. نگیر یه دقیقه بذار خستگی در کن. خستگی در کن. خستگی شما دیدنی. حالا بچه‌های مردم کردن فیلمش از ما موندن. ببین آقا شما چی کار کنید؟ بیا خوب پره بود. به خود آب بیار. این بهتر از آب نیست. ببین این بهتره. دیگه کمتر زیاد سعید آب ندارم که بهت بدم. نمیخورم. خیلی باشه بس. بیا اون قهوه نه. من دیشب اینقدر من دادم دوشکچی‌ها رو بپرس بره بالا. دوشکچی‌ها رو بپرس بره بالا. برو بالا. وای میسلم. وای نسو مهدی میزنه. برو. اومدم که دیگه رو ببرن. الان این گردان نمیدونم کی علی اصغر که ما به چیز اومده زیر گردنه. یه سر رو بزن خط نیروش اینا رو همانگی برو با عروج بکن. بابا خط اینو باید تو همیشه شریعتی چیز دست دادن. گازشو بگیر. ببین گازشو بگیر برو بالا هماهنگیشو بکن برنامه‌شو بکن ما بقیه نیرو هم بردار بیار بجون میرم رسول بجون برو جلو جلو برو جلو ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا رفتم تو آقا سعید مرصوص. همونجور که عنایت دارید منافقین کوردل با خیالاتی که صدام و صدامیان شاید براشون درست کرده بودن و با ذهنیتی که داشتن فکر میکردن که مملکت آغوش گرم خودش رو برای اینها باز خواهد کرد و گاهی دارن اینها یک حرکت و تک هماهنگ شده ای رو با عراق که از قبل هم برنامه‌ریزی کرده بودن توی محور قصر شیرین، سر پل ذهاب، کرند غرب و در نهایت خود اسلام آباد و این محور که گردنه چهارزبد معروف هست که 20 خورده کیلومتر تا باختران فاصله داره بیشتری کردن. توی این قضیه همونطور که مشاهده کردید توی این مسیر خودروهای برزیلی، تویوتاهای ژاپنی و انواع اقسام تجهیزاتی که همه آکبند خودتون مشاهده میکنید هنوز که هنوز نفربر روشن هست توی اینجا ریختن روی این جاده با توجه به اینکه گسترش هم نداشتن با اون ذهنیاتی که داشتن پیشروی خودشون رو شروع کردن. لکن توی این محور به قولی یکی از برادرها خود اینها با توجه به اینکه این جنگ روانی رو ایجاد کرده بودن و مردم هم جهت اینکه از دست این منافقین کوردل صدمه نبینن سعی در این داشتن که منطقه رو خالی بکنن چون به هر حال منطقه‌ای که جنگ شهری بشه منجر به این میشه که توی جنگ شهری یه سری تلفات از مردم وجود داره. اینها سعی کردن که شهرها رو خالی بکنن. توی این خالی سازی شهرها منافقین که با همین تجهیزات به قولی بچه‌ها گاز ماشین رو گرفته بودن که بیان تک بکنن برن به سمت باختران توی این ترافیک خلقی گیر کردن. قطع کنید تیکه رو ببینید. چند نفری هستیم تو دهیم هیچ کسی تو ده نیست. من میخوام بگم این محمود یه دقیقه همونجا که محمود همونجا که شلیک می‌کردن نه کسی نیست والا بخوره کسی نیست. باز هم بالاخره مصاحبه ما با آقا سعید ناتمام میماند و حسرت ادامه صحبت‌های او بر دل ما. او یکی از پرورده‌های میدان رزم و جهاد فی سبیل الله است و اگر انقلاب اسلامی هیچ دستاوردی جز پرورش انسان‌هایی اینچنین نداشت باز هم می‌ارزید تا حزب الله جان و سر خویش را فدای حفظ آن کند. این من منافقین ریختن اینجا